بود موتورسیکلش تکر کرده بود که کدام موتور گفتی همی وضعیتش خراب بود آخری لحظهش بود میگه ریشش کم کم رسیده بود بسیار یک چند تا ریش نو آمده بود میگه من رفتم در این بالا سرش گفتم بچیم این گپ از دکتر است میگه برش گفتم که بچه جان بگو لا اله الا الله که آخری وقتت است دیگه میگه بچه میگم در این وادی نزدیک سکراتش است میگه روی خودش رو من دور داد میگه برای من گفت که دکتر صاحب کلمه را غلط نخوان بگو که لا اله الا الله کلمه تو صحیح بخوان یعنی لا خوب مد کو چرا نیست هیچ کسی مستحق از اینکه ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله میگه امیره که گفت میگه چشمایش بود شد این حال خوشا به حال کسی که میگه خوشا